توان ذهنی در جهان سوم رتبه سوم داره. جهان اولی ها رتبه اول رو به ذهن برتر اختصاص دادن. این توانایی در آینده نزدیک به هوش برتر منتقل میشه. آینده‌ای که با سرعت بسیار زیاد حال میشه، تغییرات بسیار زیادی با خودش میاره و در صورت غفلت قربانی‌های بیشماری خواهد گرفت. بیشتر این قربانی‌ها جهان سومی خواهند بود، نه فقط در جهان سوم.